بعدی امروز مدین 4 تا سریال جذاب کره‌ای رو بهتون معرفی کنم که نباید از دستشون بده. سریالی که میخوام بهتون معرفی کنم سریال نسل خورشیده که سال 2016 محصول کره جنوبیه. این سریال راجع به گروهی از ارتش به فرماندهی کاپیتان یوشین که در کشور جنگ زده طلب میشه و با دکتری به اسم کانگ یون سونیون که یه آدم لجباز و سرکشه و کلی چالش کشمکش بین هم دارن. این سریال از جز سریالایی که نباید از دستشون بدیم و اینکه اولین کیدرامرا با این سریال خاطرات دومی که میخوام بهتون معرفی کنم سریال دبلیوه. در مورد هان یوجوه که یه دختریه که پزشکه و پدرش نویسنده معروف کتاب‌های کمیکه. یه روز که میره به محل کار پدرش یهویی میبینه پدرش ناپدید شده و پسری به اسم کانگچول شخصیت رمان ازش کمک میخواد و وارد دنیای داستان کانگچول میشه. این سریال جذاب رو از دست ندین. از جز سریال هایی هستش که خیلی خودم دوستش داشتم و به شما هم پیشنهاد میکنم نگاه کنین و 100% خیلی از کیدرامرها این سریال قشنگ رو نگاه کردن. سریال خنده در واکیکی. این سریال در مورد پسری به اسم لیجونگیه که با رفیقاش یه مهمونخونه رو اداره میکنن ولی به حالت ورشکستگی در اومده. این پسر یه بازیگره و در پروژه‌های نیمه وقت همکاری میکنه. ولی این سریال رو از دست ندین. بهترین سریال و خنده‌دارترین سریاله که هر ثانیه از سریال رو میتونین نگاه کنین و باش بخندید. این سریالی که میخوام بهتون معرفی کنم سریال زیبای حقیقیه. در مورد دختریه که اعتماد به نفس نداره و چهره زیبایی نداره ولی وقتی یه روز وارد یوتیوب میشه و یک برنامه رو میبینه و با اون آرایش خیلی دچار تغییر و چالش میشه ولی یکی از پولدارترین پسرای مدرسه قیافه اصلی اونو بدون آرایش میبینه و عاشقش میشه و سر 2 تا پسر پولدار و یه پسر جذاب مغرور عاشق این دختر میشن و مثلث عشقی به وجود میارن. این سریال جذاب با بازی چانوو و مونگایونگ و هوانگ اینوپ هستش. این سریال از دست ندین. ولی همچنین نقش اول سریال به نقش لی سهو میرسه و چرا به هان سجون نمیرسه و اینکه خیلی از کیدرامرها به این معتقدن که این مثلث عشقی یکی از عذاب آورترین مثلث‌های عشقی هستش. هم که تا این ویدیو با من بودین. این سریال جذاب رو از دست ندین. خودم پیشنهادم بهتون سریال زیبای حقیقی و دبلیو هستش. یکی از زیباترین سریال ها و خنده‌دارترین سریالی که میتونید ببینید سریال خنده در واکیکیه. لطفاً چنل منو سابسکرایب داشته باشین. ممنونم که آخر ویدیو با من بودین. بای.